سلام میکنم به دوستان عزیز. بنده مستر فری دیوتی هستم و اومدیم امروز با بررسی و تست آیفون داخل فری فایر. امیدوارم از ویدیو خوشتون بیاد. حتما لایک و سابسکرایب فراموش نشه. اون زنگوله کنار سابسکرایب هم بزنید. بریم سراغ ویدیو. وای جعبه آیفون آیفون 15. اول بذار ببینم آیفون 15 معمولی یا پرومکسه. What do you expect me to say? You know that I will always find a way to fuck up everything that we ever made. Some people change and some people don't. Don't give it another shot. We've had enough, I think it's time to stop. I fucked up everything we ever made. Some people change, but you know I won't. Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me, forgive me, you have to find a way. Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me, believe me, you have to run away. What do you expect me to do? Push you away when we're both feeling blue. No lies can help with what you're going through. Some things can change, but you know it won't. Why do we wait for the worst? Everyone knows that the ending is cursed. This ship is sinking, so just say the words. Some people change, but you know I won't. Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me, forgive me, you have to find a way. Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me, believe me, you have to run away. باشون تازه گوشم چجوری فری فایر رو آورد بالا؟ من 6 سال دارم فری فایر بازی کنم، هنوز بلد نیستم اینطور بیاد پلیر یه پرش تمام خورده میشه. اولش تو کامنت ها اعلام حضور کنید و این سنس رو حتما برای فری فایرتون بزنید، چون دیدین خب عجب اصلا همش هده. بریم برای ادامه ویدیو. همه دوستانشم برای کسایی که میخواستن باشی بازی کنن داره نشون میده و اگه خواستیم سنگوشی پلی بدیم این طوری بشید. انشاءالله منم موقعی که آیفون 15 گرفتم که مطمئن باشم که مطمئنم هیچ وقت نمیگیرم، آنباکسش حتما براتون میذارم. اومد که رفتیم تک به تک چی شد؟ رندوم پلیر هم اومد. یه هده زیبا یه همش 99 طوری خوب یارو پاشید از این یه هده قشنگ رو به عشق شما طرفداران گل، شما دوستان عزیز که لایک میکنید، کامنت میدارید، سابسکرایب میکنید، باعث یه روز زیبای دیگه ما این همش هد میخوره. گوشی میخوام برای هد زدن، آیفون میاد وسط بکن میگه سلام من به تو یار قدیم. آقا تو همش هد زدی، بذار یاران یه چیزی بهت بزنه بنده خدا. فقط یه دونه وست میخوره با من کل زندگی فقط وست زدم، یه دونه هدم نخورم تا
البته دیگه خود تخریبی نکنم دیگه، بالاخره ما هم یه دستی بر غذا داریم و دستی بر غذا داریم، دستی بر غذا ما چون بلدیم در این حد بزنیم. دوستان عزیز، همونطور که در ویدیوی قبل گفتم میخوام یه دونه چنل تلگرام بزنم. داخل چنل تلگراممون هفته یه بار، یا مثلا نه البته هفته یه بار که خیلی کمه، مثلا 2 روز در میون، 1 روز در میون یه کاستوم، حالا بعضی وقتا گاهی اوقات هم جایزه دار میذارم حتما، و کلا اخبار فری فایر رو مثلا دوره همیم دیگه. بله خب بریم برای ادامه ویدیو. با امپرسد داره میتونی میزن کسی اگه سنس داشتن شیانی لطفا ببینید ایس کرد هم 4 نفر رو کشت. یه جوری هد میزنی ولی قبل تولد فری فایر داشته بازی میکردیم. فکر میکنم هیچ کس بتونه اینطوری بازی کنه، هیچ کس دیگه یادم نشد با چی با بود پکه داریم اینطوری هد میزنی زمان از سر شوخی نکنی. 344 تا بازگیری شد. منم بدون اسمسا داره هد میزنه. بابا یه دونه رو بست کنم دارم بست داد چون بخنیم چون ارمون داشت بودن میزد. پلیر یعنی تو، ما ادا تو در میاریم داخل تبلیغ. Yes to Fresh mit Mentos Gel. عزیزمون زیبا به خیلی چون نمیخوره تا اون دیگه میدون ساکت میشه. اوف تمام یارو گفت خداحافظ. رفت سراغ تنظیماتش که میدونی چه تنظیماتی داشتن اون گذاشته بودش رو حالت فست، مثلا سرعت بالا پایین رفتن گوشی رو گذاشته بود حالت فست، کوالیتی هم گذاشته بود 40%. فکر کنم سرعت مثلا واکنش پذیری گوشیه دنیای دیگه است، این چیز دیگه است کلا. اینم فکر کنم چیز نمیدونم، حقیقتا آیفون ندارم، فقط آیفون بازا میدونم چیه. همه چی هم گذاشته لامصبوری ته این 100 آیفون مایه گذاشته. اینم فکر کنم اینکه داره تغییر میده سرعت مثلا واکنش پذیری دکمه هایی که مثلا تو فری فایر میزنه 75 ثانیه میتونم از فرستادن ما هم سریعتر باشه دیگه. بقیه تنظیماتی مثلا هیچی از آیفون سرم نمیشه. اگه میدونید حتما برام توضیح بدید تو کامنت. دیگه بقیه‌اش هم داره در مورد تنظیمات توضیح میده. دوستان عزیز، امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. لایک و کامنت و دنبال یادتون نره. حتما سابسکرایب کنید تا و زنگوله کنار سابسکرایب هم بزنید تا از بقیه ویدیوها هم اطلاع اولین نفر باشید که ویدیوها رو ببینید دیگه. خلاصه خیلی ممنونم که ویدیو رو تماشا کردید و لایک کردید. تا درودی دیگر بدرود.